خسرو هیچ میدونستی یه وسیله‌ای تو حموم هست اسمش دمپایه، اما هیچ وقت دم پا نیست. دورترین نقطه همون پاک شده. نمیدونم نفر قبلی بالبال زده تا دم در. آخه تو چرا درست نمیشی پسر؟ آخه چرا هر اتفاقی میفته شما دیواری کوتاه‌تر از من گیرید و نمیاد آقا جون؟ بدبختی گیر کردیم ها. به این میگی بدبختی؟ اوج بدبختی یعنی که روزی 2 نوبت با بدبختی وصل بشی به اینترنت تا ببینی بدبختی های جدید چیه که قرار سرمون بیاره. اینجا سوئیس که نیست که، توقعایی داری تو. اما آدم از همه چیز ناامید میشه اصلا. اما سفتر تا حالا شده از کسی ناامید بشی؟ راستش الان درست 30 سال و 6 ماه و 9 روزه که از یکی ناامیدم. چقدر این تاریخ برام آشناست. آقا جان اصلا هر وقت شما اشاره بکنی من دمپایه رو برات جفت میکنم. خوب شد؟ میشه دست از سرم برداری؟ چی شده عمو؟ چی رو بو میکنی؟ اتکلون هم تقلبی شده به خدا. یه اتکلون خریدم، اولش که میزنی بوش خوب نیست، یه 3-4 ساعت که بمونه بوش بره تازه خوب میشه. 50 تومن باش پول دادی میخواستی بوی اتکلون چالی بده؟ خب معلومه بوی شابدالعظیم میدادیه. تازه همینم دیگه گیر نمیاد. تو این تورما الان اونقدر اتکلون گرون شده که اگه این اتکلون هم تموم بشه بعدش باید واسه بقیه تعریف کنم ما قبلا چه بویی میدادم. یادش بخیر. اون قدیما وقتی بچه بودم به خودم میگفتم که اگه بزرگ شدم به فقیرها خیلی کمک میکنم. الان خودم جز همونا شدم. ای روزگار. اصلا نیاز نیست برای مثال زدن به دوران بچگیت برگردی. الان وضعیت یه جوریه فاکتور خرید چند سال پیشت به عنوان برگی از تاریخ ارزش باستانی پیدا کرده و حکم عتیقه را داره. قربانتون بگردم من. فاکتور چند سال پیش چیه؟ چرا راه دور میری؟ همین الان اختلاف قیمت یه قالب کره که از هفته پیش تو یخچاله با کره که امروز میخریم مردم کشورهای دیگه توی نسل تجربه میکنن. قله های فتشای آقاشون 1-2 تا نیست که لامصب. میدونی آقا جان زندگی از اونجا برامون سخت کردن که تو همان جای آواز خوندن شروع کردیم به فکر و خیال. ولی اگه جای آواز خوندن و فکر و خیال حقمون رو از این آخوندا بگیریم و کله پاشون کنیم، هم قیمت ها درست و انسانی میشه، هم پول تو جیب من میاد، هم بوی اتکلون اسی موندگار میشه. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.